از اون روزی که من خودم رو در نای فیض‌آباد همچون صنعتکار همچون آوازخوان شناختم، از همان روز عبارتم استاد رو در پهلوی خود دیدم. استاد مشکل کشای کار من در هر یک لحظه، در هر یک ساعت غمگساری من است. فکر میکنم که من هیچ تصور کرده نمیتونم که من همچون یک آوازخوان به بودن استاد در نزد من در همه روزه در حیات فعالیت من این رو تصور نمی کنم. هر لحظه که پیش روی من دشواری پیدا شود در ساحه ایجاد، من دفعتا به استاد مراجعت میکنم. میدونم با دل پر نزد اون کس میرم که اون میتواند که مشکل کشای کار من باشد. و همین است که علاقه های ایجادی ما با استاد سالهای طولانی است که ادامه دارد. ما استاد را بسیار زیاد غم میتیم. وقتی یک آهنگ ایجاد میکنم حتما در از وقتی که شعر پیدا کردن نمیتونم با استاد مراجعت میکنم که در هوای همین آهنگ به من یک شعری تازه ایجاد کند. وقتی که در ناحیه فیض‌آباد تئاتر استودیو هجوی شهرشوب را تأسیس دادم، باز مناسبتی ما با استاد، علاقه ایجادی ما با استاد باز بیشتر شد. استاد تا امروز قریب که سرود هجوی یا صحنه هجوی نمی نویستم. ما استاد را هجنویس کردیم. آن کس نیز اقرار است. استاد هم وقت شعرهای لیریکی میگفتن و ما اون کس رو هم خواهش کردیم هم مجبور ساختیم که به ما سرود هجوی نویسد. وقتی من یک صحنه هجوی می نویستم و برای اون که باز هم به تماشابین همین صحنه خوبتر برسد، در اون سرود هجوی خوش میکردیم، آهنگ میمودم و در مضمون همون صحنه از استاد خواهش میکردم که برای ما سرود هجوی نویسد. و این همکاری بود که سرودهای میفارم، 6 سال که رو تا ندیدم آتا، بی عرق، دوزنی، دشتی بودنه، بسیار 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 نابر کردم. ممکن که همه این به قلم استاد ربط دارد.